قطعا مردم ایران حقشونه که یه حداقلی برخوردار باشن. نباید مثلا سوار یه خودروی پراید بشن به قیمت بنز. قرار نبود انرژی هستی حق مسلم باشه. قطعا حق مسلم ماست. ولی آیا این حق مسلم تونسته حتی برق ما رو تامین بکنه؟ پس ما چرا قطعی برق داریم؟ این حق مسلم حتی نتونسته برق یک شهر رو تامین بکنه. پس چرا ما داریم بابتش هزینه میدیم؟ ما مگه قرار نبود تو افق 1404 کشور اول منطقه باشیم؟ الان واقعا کشور اول منطقه هستیم. داشتن یک زندگی معمولی هم حق مسلم ماست. با همنسل‌های من که صحبت بکنیم عملاً باید بگن که ما هم بچه‌های تحریم مذاکره هستیم. یعنی همنسل‌های من تا چشم باز کردن تحریم مذاکره دیدن. یعنی عملاً عمر جوانی ما در این دوران 20 اندی ساله سوخت عملاً و مردم اثرات تحریم و مذاکره رو در سفره‌های خودشون به وضوح لمس کردن. از سال 82 که مذاکرات سعدآباد شروع شد دلار 800 تومان بود تا همین 2 هفته پیش که مذاکرات مسقط شروع شد دلار به 106,000 تومان رسیده بود، یعنی تقریبا 132 برابر. میانگین قیمت مسکن سال 82 در تهران 600,000 تومان بود، امروزه بیش از 100 میلیون تومان رسیده باشه میانگینش، یعنی تقریبا 166 برابر شده در همین 22 سالی که مذاکرات داشت انجام میشد. بنابراین هیچ تحریمی کاغذپاره نبود و میگن که تحریم نعمته، ولی به نظر من هیچ تحریمی نعمت نبود. شاید برای کاسبان تحریم نعمت بود. این اومدن نفت رو از طریق تراستی‌های خودشون به فروش رسوندن و کالاهای مورد نیاز مردم رو به چند برابر قیمت وارد کشور کردن. میتونیم مثلا خودروهای چینی رو مثال بزنیم، یعنی عملاً ما اشتغالزایی کردیم برای کشور چین. وقتی صحبت از افزایش مراودات تجاری و سیاسی با کشورهای منطقه میشه، در مورد کجا صحبت میکنیم؟ عراق صراحتاً گفته من جزء محور مقاومت نیستم. خودشون صراحتاً گفتن که کشتی نفتی ما رو لو دادن. ترکمنستان به ما گاز نمیده. آذربایجان به خاطر نفوذ رژیم صهیونیستی روابطش حسنه‌ای با ما به اون معنا نداره. با ترکیه هم که رقابت‌های منطقه‌ای داریم به خاطر مسئله سوریه و سایر مسائل. افغانستان هم که اصلا اولا با ما مراوده‌ای نداره، بیشتر ما داریم اون مهاجرین رو در کشور پذیرایی می‌کنیم. خب یه پاکستان و ارمنستان مون دیگه. حاشیه خلیج فارس هم که عملاً به ما خیلی نیاز خاصی نداره در حوزه اقتصاد. من الان می‌خوام ببینم که خب الان وقتی میگیم مذاکره نکنیم مثلا با قدرت‌های جهانی و آمریکا، کشورهای منطقه کدوم کشور منطقه قراره با اینها